تو بیزار کردی مرا ای سحری برآمدگی من میدونی ها در همین هوای بهار با سحر خنک گرفته جمعه پشتم اومدم افتابی گرمی دا سوختم همه قشلاقمون خوب نبود همسایه‌مون خوب نبود یکون دخترک 19 میگفتم میدادم نزدیکتر قریبتر چین ما کجا اومده نصیب دبده و نصیب دبده نصیب دبده عاشق شده کیم کجا بود نه کجای کوچه کجا چیه کجا میدون ماده کجایی آدرس دختر نمیدونی و کجا میدونی دختر چه خیلیه نومش میدونی نومی هم دختر میدونی نومش میدونی چی اون وای اشوارش چه در کجایی تو در تاجیکستان اشوارش چه اشواری وای اشواری وای نه ایشوریا رای هو آنمو تو مرا هندوستان آوردی بچم یافتم رقم 33 بود چی رقم 33 بود؟ دروازه‌شون خونه شونه؟ 33 انا ايش 32 ايه انا 33 این بچم در روزش سیاهه خیلی عاقبتش بخیر باشه سفیدی را بتمونا که رفتیم کیای ایشوری ره السلام علیکم نغزه سوزه سلام علیکم نغزه سوزه تینجن رحمت سوزه ممکنه بر اومدن ممکنه بیا بیا بچم السلام بیا بیا ایشوری ره کیا ایشوری ره خونه ایشوری ره شونه نه خونه لالا شونه خیلی نیوخی گفتی خونه میگن کو خشو گاب زدی در تلفن گفتم خونه اشواری وای وای نه ایشوری رای وای لقبش هم تری میگم بیا بدریم بیا لقبش هم بچه مو ای عاشق همون دخترش مو فهمو صادی خان بیا بچه زورده بیا بدریم همین بیا اوکی بیا مالی دادا دیدی ها او چه شکل خشروای ولی دخترش ممکن ها چه رنگی مدخوری بده ولی اگر دخترش بینی ممکن او شی ها دخترش با تو میبینی بچم بیا بدریم بیا بدریم بسم الله الرحمن الرحیم بچم خشرو دختر خیلی خشرو معامله کرد فهمیدی ها بو مرا سرگردون نکنی بو من یگون جدگاه ببرم مستقلی خود کنم دیگه من یگون جور نمیرم فهمیدی خشرو گفت خیلی دخترک مهربونی خطی عاشقی کده دوست داشته خش کده خطای فهمیدی ها خیلی نیوگه خونه کشون بود دخترک شنوم داشت وای نه ایشوریا رای ایشوریا رای ها اپا اکا خد ندرول ما خدا کده کار دارم سعدی خان بدرویا ای کی بود اپا ای شاروخ خان آخه گفتن خدا در این خونه قدیم دختر زندگی میکنی که دیگه هیچ کنیز گفتن آخه تو که دخترم تو زندگی میکنم همون بچه ها که میام دختر مدیدنی همین دختر که معقول شانه کرد که سرد جوابشون میته کار خوب میکنه که معقول نشی جواب دادن در جواب کار میته دیدی تا ما گفتم که وای مرا ناز میبینم مرا گیرمای وای هر روز قدیم در تلفن گاو میزنه وای هر کس نمیگیره فهمیدیم آخه بچم کندو تبزه برا برای کل خوش رو خوشبخشی انا گوش که اپا جانکه ما برای بچم برای خوشبختیش کمی دخترش موقع خوشبخت شوه کو تمام چیز دنیا رو بخوام میارم همه ایش دوست دارم اگر بفراتون حوزی نمیرم ای بزرگ همش خرید میکنم یا که پول نخ در دست میتم همه تستر توی کنن دیونم کنه هم بچم نه اکا جان یگام چی در کار نیسته همه خوشبخت باشن مخرسن آفرین هم تنظیم ریایا میکنی باور که میگن اوچه شبید دختر شبیدی زنده باشی आंखों मेरा जानो गलियों मेरा जाम से Assalamu جان چخیر شما نغز کارو نغزای سالی دراز روزی دراز در تلفن قطید با زوره میکردم تا که در ایمو یا برخط در ویدیو ایمو در اینترنت نشان نمیدادی انا اکنون ما در پشتم جان جگر که خود یا بر نشان ته بینم آخر جان من یک پرابلم دارم جان وای پرابلم رو آتی ما قطعی آچی تو همش حل میکنن همه 100% همه 100% نیست
جان آخی جان التماس دارم نگو اشماری جان گیری نکن مردک ده گیری نمزه با بیو زنان جان بیو اول بمرده او این طرف خونه خیتایی آمده خواه آخی من در خیتویم کو او خیلی فهمیدم در خیتاییم با لوزی خیتایی نمیدونیم کو اگه تمام دنیا رو لوش گشتم دانستم اگه همه خیتایی رو نمیدونم اشاره قطعه چانگام بزنم پیش بدرو ایوی مردک با شرمنده نه شرمنده نه پیش بدرو ایجی بیا نیها Nja. کجا رو بشه نیها Ja, Tom, please. یه مردک کی نیوکو نمیای کوری نگاه که میگه بیا اینجا اخفایم بیا Thì nó chồng bạn, ôi xin con gì cũng chả. ایس بیا Dạ, khỏe. یا آدم گوش که نگاه کن نه هست میری درامدن میگیری او خیلی تری پرده خیلی این بسونه تری پرده یا نگاه که یا سنا یا این طرف یا اون طرف نگاه کن با همه هر جا هوشت میره میدونی همونجا نه اکنه میدونم او خیلی سال یا کنار دی کارا Ja, نزن Tom, det är svårt att چی میخری زنان جان چی میخری تیز گازن او خیلی نمیفهمیم منیو سعدی منیو همین منیو چی داخلی این اینجا چی کو این اینجا بگی بکو اینی میخرم مردن قرطو نیهو Jaha. قرطو Bắt cháu. قرطو Có dám trên chón tròn trên. دو پارس هر دمان در Có cháu vì cho chón trên sau là thầy. نه قرطو بیا Chón bà chỉ chón phải cho bên chỉ có. بعد قرطو Chón vì trên đó. بعد قرطو Bắt cháu. باتو Bắt cháu. تو Cháu vì chón. تو Mấy cháu. خب زحمت Mấy mà. دیدی آخه این مردک تو چه خیلی گاو زدی چون گفتم تو زنان جان من تمام دنیا رو گشتم تمام دنیا رو لاشو میدونم اگه همین خیتایی چیه که ندونم تیز گمزونم خودش خیتایی میشه ما خیلی مردک ما اگه جو میدونم تختوی را میدونی و خیلی میدونیست خیلی بدون آخه این خیلی صدفه نشو ای رود سفیده که تمام لوزه میدونم خیتای دانمه و من توجیکم در همی طلب خونه پیش خدمت کار کردستم اوی من نمیشیدم گشنگی دا میمردین ایها چه کردی؟ هیچی چکو کنم زنگ میزنم بندی بو کای زنید بودم زنی دستم کو بو زنگ میزنه مشتری بنده دادانش قنده گبزنی تو ساعت چنده سوت گم میزنه که نه گب نمیزنم ولی اگر ترا بافکی و اپراتور یگون شرکت میموندن کو ای گب میزدی نه گب نمیزنم یگون اون کسات که جواب دادن نمیتونستی گب میزدی فقط هم تا جواب میدادم با ای چیکو کردستی دستوما سرخ کردی همارا تا از من هستیم تا از من ای توی مایمایم گفتم اجا ما چی دی دیگه خیلی دوست داریم و خیلی دوست ندارم خیلی میکنم ترسیدم خونتون اومدن ده ایو چم ترسیدی؟ ایو چند نه ایساکتون ترسیدم ایساک؟ خب گیزالاب ده که بودم شنوس ده میگه دینه ها کس اومد امروز تو اومدی میگه لازی سگ منو فهمیدی ها؟ ای اکه لازی تریفت لازی سگه نمیو خیمه او دامو حیوانه ما که در گوشه بامی تو خوشم آید سر تراشانه می مرا دیدی و صدایی تو خوشم آید می تراشانه می خپیدم شانه می حوزی بزم ما دا استیلفونا که کیایی؟ ای ندورا میستم بی جونا کیای جون؟ بردارم نه بردار ای جون است ای جونگیری همسویه همونه بیست ای جونگیری همسویه تونه؟ الو جون چه کردی که جدایی؟ ما کجادم؟ ما در پیش دروازه خطی کاوالر برامای افیر تماشا دارم ای مردکی بکر خوجه همین قگشتن را یکم جو کار بیو کار کن ای روز درست خود خواب در تک تلویزیون که با جور بگیسه بسری من رو اومده بسری ما
اومده برا گوجو کار بیو کجا برم؟ برا گوجو کار بیو کار بکن برا کار بیو کار بکن نشید بیزار شیم خطی زنک زندگی نمیکنیم دیگه میبرویم میریم یا اون میبروه میره یا من میبرو میرم السلام علیکم نغزی همسایان کارو نغزی سازی تیجی سلامتیات خوبه رحمت شما نغزی چیگه پایی یک پایو نوردار شد بالا برامده ای میگم تینجی های میگم ایخا غرغر داری از زندگی نوریزای تینجی های تینجی نمیگه ینگل خیلی هر روز جنجال شب روزی روز وقت او میگه تب برو من میگم تب برو میبروه میریم نمیشود دیگه جدا میشیم همسایه سر سوما نشو چیما سر سوما؟ صبر کردم در کو ای صبر کده رکو کوسای صبر مبرز میگذره خیلی با تو با تجربه داری در زندگی خیلی چیکو کنیمو همسایه همین وقتی که ما خطی انگار جنگ بشه همین دیویدی کردم بالا میرم تو قرش پاسیده نه خیلی تو زینا پرای لسیسا میای میده میبروی من که جو بو زینا پرای لسیسا میکنم میده و میبرو او زین پای اینجا چی داخل داره آدم وقتی که ترسی یا وقت نگاه میکنم به زین پایم در بالا بعد این خیلی خطی یانگا خیلی زندگی میکنی من 12 سال شد که در بالای بام زندگی دارم